از عایشه سوال شد 1400 سال پیش، ای مادر کی زمین لرزه میشه و آسمان بر زمین عصبانی و خشمگین میشه؟ گفت زمانی که امت محمد 3 کار رو انجام بدن. 1، هنگامی که فاحشه در میان اونها شیوع پیدا بکنه و بی تفاوت باشن. 2، هنگامی که امت محمد رو به شراب بیاره و شرابخوار باشن. 3، هنگامی که امت محمد آلت موسیقی رو بنوازن. این 3 تا هر 3 تا با هم عزیزان من. امروزه امت محمد هر 3 کار رو دارن انجام میدن. هست توشون که فاحشه دارن انجام میدن و زمین برای فاحشه و بی‌ناموسی و بی‌غیرتی و فساد و مسائل جنسی و تحریک شهوت.